سلام، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل من. بله، من خیلی انرژی دارم. بله، خوشحالم. بله. آقا، اولین ویدیو از این چنل قراره که یه بازی به اسم استیکوار باشه یا همون جنگ‌های آدمکی، همونطور که ملاحظه می‌کنید. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، واسه دوستاتون بفرستید. دیگه از این جور چرت و پرتا دیگه ها. قبل از اینکه بریم سراغ بازی، بهتره که خودم رو بهتون معرفی بکنم. بله، اسم بنده محمد سالاره، زاده شهر مشهد، متولد سال متولد 4/9/1388. خب تقریبا آره دیگه، آذر، همین درست. ساکن شهر زیبای فیض‌آباد از شهرستان محولات هستم. کلاس 8م دیگه. بله، گفتنی ها رو گفتیم، بیشتر از اینم وقتتون رو نمیگیرم. بریم سراغ این ویدیو دیگه، بریم سراغ این بازی. آقا ما وارد بازی شدیم. صدا رو کم کنیم. پلی. خب ای رو باید بزنی. نورمال میگه ما این رو میزنیم درجه سخت اسکیپ بدهیم. خب ما به این اصلا توجه اینو میکنم. میگه که باید از این کارگر رو بخری. خب رو کلنگ که میزنی کارگر باید. چی شد داداش؟ اوی بله دوستان، تعلقات نیمه موفق. اوکی، این کارگر ما الان اومد. خب هر موقع که روی این کلنگ الان ما داریم به جای یره کار میکنم. خب باید روی بزنیم تو خب تا کیسهش پر بشه و برمان پول بیاره. ما یه بزنیم خودمون میخوایم کار کنیم، یک کارگر بخریم، یک دونه جنگنده بخریم. خب ما الان رو حالت دفاعی از اینجا، بازم کارگر میخریم، بازم جنگجو میخریم، رزمنده. باید کار کنی دیگه، بجم دیگه، یاره چاقال دیگه، بجم چی کار داری میکنی دیگه. خب ما الان یک حمله ریزی میزنم. خب یک نمیتونه پول ما نرسه. ببینیم اوه این قرمز وای تیرموندار دارم بی شرفا. خب هیچ عیبی نداره. عقب نشینی کردم. بزنه مجسمه‌شون رو بتر کنه. بجم توپ بزنه. آخ کشتنش. خب نداره. دیگه خلاصه که بازی از این قراره. شاید فکر کنیم بازی خیلی خنکی بشه، ولی یک بازی بذاریم به جای سختش برسه. یه کلنگ دیگه هم بخرم. ما خودمانو بزنیم روی تو مرا میزنی بونگش. بمیر بی شرف، بمیر. خب حالا یه مجسمت جر مادم. توپ آخ مرو کشت. تو مرا میکشی کانکش. تو مرا کشتی. خیلی بی تربیتی که مرا کشتی. اصلا برام مهم نیست. تو مرا کشتی. خب ما میبرم اینجا طلوب. بازم میبرم اینجا کار میکنم. ای وای. خب ما یکم از این، خب همش جنگجو بخریم. نه همش زیاده. یک دونه از این کلنگا بخریم. ابوالفضل با وفا اومدم سراغتان یاره. جمع کنن چی فکر کردن شما؟ آخ ابوالفضل توپ بمیر باشماق. ایزی داداش، حریف نیستی. نگاه کن. حمله کنه ابوالفضل. خودم میره به همه دارم. برین کنار، رهبر تا آمد. باشماقا طلوب منم کجیم؟ طلوب. چه جایشی زدم. بزنن تو رو قرآن. پینوزو بوسلیوار یک دونه زد. بزن ماش. وای ما رو کشت. برگرد فرار کن. برگرد تو رو قرآن، برگرد. کشتنش تو رو. ما بازم از این کارگران میخریم. یک دونه از اینا میخریم. ماشاءالله کار کنن. چقدر جون داره یاجی. خب ما یکم کار کنیم بعد میم. خب 5 minutes later. خب آقا، بنده بعد از کلی تلاشای فراوان
توانستم که 350 تا از این پولا جمع کنم، یکم هم از این سرباز مربازا جمع کنم و بازم به خیرم سرباز. خب تو هم پولاتو ببر. یک سرباز دیگه حالا حمله میکنم. الله اکبر، الله اکبر. ای لجگر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش بهر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش. ای لجگر صاحب زمان، توپ 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 بمیر. بابا مردی که، ای بابا حریف نیستن که. خدا 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 و تمام ایزی. بابا ما حریف نیستن، به چی نمیفهمه. خب بردم. چی برم و وارف؟ تیر همون دو برم و وارف. خب دیگه چی برم و وارف؟ خب حالا ما میتونیم ارتقا بدیم بازی کنم. ما ایری اگر ارتقا بودم، تو رم اگر ارتقا بودم، دیگه ارتقا ندارم. ما از اینجا با 20 تا چیزمون چی میتونیم بخریم؟ نه اینا شرط و پرت. به نوزون بره مرحله بعدی. من توی بنده من اصلا اینا توجه نمیکنم. خب باش داداش باشه، برو فهمیدم، برو. یک دن از اینا رایگان بهمون داد. بزنیم توپ 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 توپ. تون تون کار کنه، تون تون. اینو باشه. او عقب نشینی کن، عقب نشینی کن. چون تو یاره اینا دیگه چقدر لانچوری هن. حداقل 2 دقیقه تیر میومده. طلوب تیری که میخوره تو سر کلشان. نگاه کن جون تو. بزنن تو رو قرآن، بزنن الان شهیدون بکنن. بزنن اول پس داشت فخری تو رو قرآن بخ. من میخوام فرار کنم، میخوام بهش حمله کنم. بعد داشت دارم مکشنم، میخوام بهش حمله کنم. چقدر جون مجسمه من کم رفت. حالا میتونیم این دفاع کنیم. حالا ما باید از کجا بفهمیم که اینا رو میبریم یا نه؟ بودو کار کن. طلوب یک اتک. بزن تون کار کن. بودو دیگه. بودو منم پرم. خب بریم اینو خالیش کنم، پولا رو بگیرم ازش. برو ما یکم بریم کار کنم، پول جمع کنم، باز دوباره میم خدمت. اوه قضیه کار کردن کنکل به ما اتک دادن. یا اول فس کار کن. بودو بخیر. کارگرام نگاه کن جونتون چجوری مردن. ای خدا اول فس. نگاه خوردم. اوه چی زده. باختم. فکر کنم مردم. بله مجسمه منو ترکونده. خدا لعنت کنه. ریستارت. ما باید اینا رو ببرم. خب ما نمیدونم، ما باید اینا رو ببرم. خب ما هیچ چالیم نمیره الان. دیوانه ام یاره. خب اوه دارن نمی اول اتک میدم بیشرفا. ما باید بریم عقب. یک عقب نشینی میکنه اینجوری. اوه یا ابوالفضل. تو رو قرآن نزنن. خب اینو ما یک رازی کفش کردم. وقتی از اینا یا تیرکموندار میخری، به اینایی که ای پشت دفاع میکنن اضافه میشه. فکر کنم خورشیدش دیره میره پایین. باید واسم تا شب شه. فکر کنم تا شب باید دووم بیاره. خب اینجوری که نمیشه. ما یک از اینا داریم بنازم. یا ابوالفضل خورشیده باید واسم تا قشنگ بره پایین، شب شه. خب برو بریم تو فاز دفاع. ایرم بزنیم و سری کارگرام کن. وای نباید الان بزنم. ریدم. خدای خودت رحم کن. بابا بس ناموسن چقدر حمله میکنن. اتک مدام بهتانا. ما دیوانه یا میاره فهمیدن یا نه بیمیرن. ای لشیره صاحب زمان، تو رو قرآن پول زیاد بردن. بودن بی انتفاع کنن. احمقا وای لشکرشون. بودو تو رو قرآن بیا عقب. تیرکمون دارم کی خیالم راحت میره. ابوالفضل بزنن.
بزن. اوکی زدم. یکم از اینا بخریم. خب ما بریم یکم سکه مکه جمع کنیم. اوه نه دارن عکس میدن. وای 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 دارن حمله میکنن. خورشید رفته پایین دیگه کم کم داره شب میشه. اول فاز بزنه تو رو قرآن بزنه. چقدر جونشان دیرتمون میره. بردیم خدای شکرت. گفتم خورشید غروب کنه بره. بردیم 2 دقیقه طول کشید آجی همی برد. این قشنگ آپدیتش بکنه. جون ایمانو میتونم زیاد کنه. نه ما کلنگ گیرم یک آپدیتی بزنه. برو بریم. با 40 تایی که دارم میتونم از این تیر که اونا بخرم از این شمشیر. نه اینا باشه حالا میکنم. آجی این بازی نسخه مود شدهش هم هست. اگه از این پورت حمایت شما چه حمایت کنید چه نکنید ما که باز این بازی مود شدهش دانلود میکنم. خب یک لایکی بکنه دیگه. ما دارم زحمت بیکشو تو رو قرآن لایک کنه. بده ما این رو تا کار چقدر تون میزنه. بریم اینا رو 160 تا داد. باید اوه ببریم به ما نزی شمشیر دورا فکر کنم بده. میزنمشان مثلا خودم تکیه که اتک بشه بودم. یار همون دیوانه هم فهمیدن یا نه؟ تا از این گرزا تو سرتان خورده. اول فصل دارن پارم میکنن یا مولا کشتن. خب از اینا ما بریم یکم پولمون جمع کنیم. اینا اتک ندادن ما. اوه نه اتک دادن. اوجی ما هر موقع خواستم پول جمع کنیم اتک دادن. یا اول فصل خودت رحم. تک نشینی زدن جرم دادن. یا اول فصل عقب نشینی بزنین پارشو کنن. بزنین جرشو بدن. اوه بزنین نشان بیریزن. بزنین پارشو کنن. بزنین تو رو قرآن جون مجسممون رفت. بزنین بنازم یک تیر تو مخش. بزنین تو رو جون مادرتان. بزنین داداش بسته دیگه چقدر حمله بکنی. اوه بنازم عقب نشینی کرد. جونی ماسمازه که من خیلی کم رفته. حمله میکنم به تا حالا دفاعانه دلم بهترین موقع همین الان. گرزا منو میکنم دهنتان. بیین جلو یره ما چیزی برای از دست دادن نداره. چرا عقب نشین. وای یا اول فاز چرا چیزی دارم برای عقب نشینی. گو خودتو ناموسن نزن. برای از دست دادن چیزی دارم. گرز من را میکنین درون دهنتان. بزنه تو رو قرآن بزنه. یا اول فاز چه فایت سگیه. وای زدن جرم دادم. وای باختم. وای کشتن. وای هیچ موقع فکر نمی‌کردم این بازی اینقدر سخت بشه. ویدیو جمع. یا اول فصل. آقا بسم الله. این دور دیگه میخوام این آدم بازی کنم پول جمع کنم. ما اولی کارگره رو برداریم بریم پولاشو بزنیم. خب پولات اضافی برم. ما باید کار دارم. خب ما یکم ویدیو رو ببندم برم پول جمع کنم واقعا. Later. ما دل زدم به دریا میخوام همین کارگر اینا رو بزنم. اول فصل کشتنم. خب ولی حداقل اینجای کار خوبه که ما جون اونا رو کم کردیم. بازم کار چیز چند سرباز حاجی خیلی سریع اینا سربازاشون فول میشه. تو رو قرآن بزنینشون. خیلی سریع سربازاشون فول میشه. حاجی واقعا خیلی زود سربازاشون فول میشه. سربازا ارزون سریع میخرن. حاجی ما ایدور به بازم کار میکنیم این مرحله رد کنم. حالا نگاه کن. یا اول فصل حاجی 19 دقیقه داریم رکورد میکنیم. وای بازم باخت. بیشرف اسکی. وای حاجی میخوام رد کنم این مرحله. یک دونه از اینا خریدم. حاجی خب دیگه ما نتونستم ان شدم.
نتونستم دیگه این مرحله رد کنم. انشالله پارت بعدی ویدیو رو منتظر پارت بعدی حتما باشین، چون ازش خوشم اومده. حتما پارت بعدیش رکورد میکنم. این پارت که نتونستم یکی دو مرحله بیشتر رد کنیم، انشالله پارت بعدی حتما این مرحله رو رد میکنیم با صبر و حوصله زیاد، با تلاش‌های بیشتر قطعا رد میکنم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت کنید که نه کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، چنل ما رو به رفیقاتون آشنایاتون حتما معرفی کنن. اگه بابانه هم دارن قصهش نخورن، برن اکانتش رو بردارن بیا ما رو ساب کنن. حتما خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین دیگه، و تا ویدیو بعدی بلد نیستم خداحافظی کنم این آدم. تا ویدیو بعدی الله یار و نگهدارت دوست من.